آیا باره فکر کردید که در تاریخ انسانیت احتمال انسانی به شما عیناً مانند وجود داشتن از 100 چند فایز است؟ برای 100 فایز جواب دادنتان باید از حضرت آدم شروع کرده تا زمان ما میلیاردها انسان را پیش نظر بیارید. از این رو میگویند که انسانها جفت آفریده شدند. حتی میگویند که در دنیا هر شخص دوگانی که دارد که هم دیگر را نمیشناسند، یعنی خیلی به هم مانندند. البته از لحاظ سیما وقتی بختیار در پایتخت به دنیا آمد کسی نمیدانست که دوگانی که او رفعت شکیب 1 سال پیش در شهر دیگر تولد شده است. خلاصه گپ بختیار و رفعت مثل دو پنگوین به همدیگر مانند بودند، ولی بجز مانندی ظاهری دیگر هیچ چیز مشترک نداشتند. آنها در دنیای تماما فرق کننده به دنیا آمده بودند. هیچ کس گفتن نمیتواند که دو نفری به هم مانند در همه کار مانند باشد. آخر مانند بودن اصل آن را داشته نمیتواند. ازال جان بخیر باشد. با تو یک خبری خوش دارم فؤاد. چی باشد؟ عزیزه زنگ زد. با فکرم با رفیقت جنجال کرده است. به خانه من میآید. چی گفتی؟ این گپ درست است؟ حاضر به من بهترین خبر دنیا رو رسانیدی. تصور میکنی؟ البته به من نیکی‌های زیادی تو رسیده است. اگر کمی هم باشد خدمت‌های شما را برگردانم. چرا نه؟ اگر گفته های درست باشد تو را غرقی نیکی هایم میگردانم. مرا میدانی نیکی های دوستانم رو هرگز به مکافات نمیمانم. فقط در این موضوع چیزی خبردار شدی لحظه به لحظه به من رسان. مایلش تو پروا نکن. اکا کمتر پیش دیدم که باز آدمانتون از قفای من پایده ایستادند. به سگانتون گپ زنید که مرا دیگر تعقیب نکنند، نباشد قبرشون رو میکنم. تو چه خیل آدمی؟ در اینجا اکاد بهترین خبری دنیا را گرفته است. با عشقش در این میان یگان مانع نمانده است. بجای اکاد رو تبریک کردم آمده هر خیل گپ ها میزنی. چی ها میگوی اکا؟ سلامتیت خوب است؟ خوب استم. ممکن حاضر در دنیا از همه آدمی سلامتیش خوب نباشم. گوش کن این خیل فهمونم. من برای عشقم با آسمان بر آمدن را عزم کردنی بودم. آسمان به نزد من فرامد. یعنی در پیشم چنون راه گشاده شد که از اینجا تا انطالیا پیاده رفتن میتوانم. عزیزه با رفعت جنجال کردند؟ از کجا دانستی؟ اکا تو اینقدر عصبی نشو. از من فقط گفتن عاشقان تنها با زبان جنجال میکنند. محبتی در دلشون بوده هیچ کم نمیشود. بله به من قصه نخوان. عزیزه رفعت را دوست نمیدارد. عزیزه تنها مرا دوست خواهد داشت. برای همین تو رو ترک کرده با دشمنت خانه‌دار شد. تو همه چیز رو خوب میدونی کیرمک. عزیزه رفعت را ترک کرده ایستاده است. اگر ترک کنند نزدیک تو میآید. تو حالا هم در دنیای خیالی خود زندگی کرده ایستاده ای. ای احمق، من خیالاتم را با حقیقت تو عوض نمی کنم. من برای عشقم این مناره آسمان رو بی ستون میگذارم. همه چیز به بالایم چپه می شود، لیکن سودای عشقم در پای راست میماند. چیزی خواهی کردن گیر. آدمانت رو از قفای من گیر کفایه. فقط امر کن رئیس. جریان دیگر شد رابرت. طالع من اکنون طرف باغچه ما جاری شده ایستاده است. عزیزه رو میگیرم، بعد جان رفعت را میگیرم. کمتر وقت مانده. این جوانی به عقل را دیدی؟ چی گپ هایی میگوید؟ عزیزه
майлаш ҳозир каме орум шавем. кори шудагӣ шуд. аввал ту ба ҷамила занг зан. баландгӯякро кушо. лабай ҷонакам. چی خیلی جانکم؟ چی خیلی؟ تو دیوانه شدی مگر؟ تو عقلت رو خوردی؟ تو چی خیلی این کارا میکنی ها؟ туро огоҳ карда будам рифат. ту ҳам бояд дар гапат меистодӣ. дар асл ин ҳам як огоҳӣ аст. аз ин баъд ба ишқамон ва кӯдакамон соҳибӣ накунӣ, бисёр корҳои бад мешавад. حالا ایست من با تو چی کار میکنم؟ خاموش کرد؟ اکا اگر این زن با اکی ای تکین گپ زند ما تمام میشویم. ای کلاغاوس агар гуфтанӣ мешуд кайҳо мегуфт. нияти вай маълум аст ку. бахтиёру азизаро ҷудо карда бахтиёру соҳиб шуданд. ҷамила ба гуфтан намегӯяд, лекин азиза عزیزه جان هرگز نمیگوید. عزیزه دیده و دانسته مرا به مرگ نمیفرستد. اونقدر دلپور نشو بختیار. این گونه زن را یگان کاری کرده نمیتوانستگیش نیست. علاوه بر این عزیزه حالات را مثل یک درنده میبیند. برای چی کشتن نخواهد. نیاکه من رفته همه چی را به عزیزه گپ میزنم. مردنم بهتر از آن است که در چشم عزیزه چون یک درنده باشم. ин хоҳиши туро ба ҷону дил ба ҷо меовардам, лекин мурдани ту мурдани мо ҳам ҳаст. гуфтани гап тақдирҳои моро ба якдигар пайваст кардан. мутаассифона. نیاکه من رفته بخشش میپرسم. خیر اگر نبخشتم مرا چون یک درنده نمیبیند. یگان مرد در چشم زنی دوست داشتهاش چون درنده بودن را تحمل نمیکند. ایستو چی کار میکنی؟ بیعقلی نکن. شین حل میکنیم آخر این کارو. چی خیر؟ تو به من باور کن. وعده میدیم باز تو رو با عزیزه یک جا میسازیم. به این هم در دم راه عشق مانع شده نمیتواند یگان چیز. یعنی عشق همه چیز رو مغلوب میسازد. حالا که این عشق شما آخر نداره. اکی میمدو عشق میشق. بس کن بس. بختیار وعده میدی هم این کار رو حل میکنم. اگر حل کردن نتوانم رفته گپ زن. چی خیل حل میکنی اکا؟ یگان راهش رو میابم. بختیار یک بعضی زن زن. ها کنی یک زنگ زن. تلفنش مشغول است. اگر بنازی ای تکین رفته باشد. نه این خیلی نیست. نمیرود. باوری دارم. نمیرود. خوش آمدی جانم. خوش باشی. این چی احوال؟ باز چی شد؟ بد نقل میکنم. ای بیا گذر، در بیرون ایست. ای چی گپ شد گپ زن؟ از فکر مردم قریب. با یگان کس یگان چی شد؟ نه این اون خیل گپ نه. بدتر نقل میکنم. باور کن تو قطعی گپ زدن ندارم ازل. مایلش جانم، چی خیلی که خواهی؟ من احتیاج استراحت کردن دارم. بخشش میخوام. من میتوانم کمی تنها باشم. چرا نه؟ حجرت تیار، بیا رویم. خوش آمده. خوش آمدی طاهر جان. در کجا بودی؟ رفعت آمد لیکن چی شد؟ وای طاهر جان تو دویده به حجرت رفت کنی؟ چی شد؟ کتیبه آقای رفعت آمد. خیر. آقای رفعت به خانم عزیزه خیانت کرده است.
ҳабай падар. دخترم چی حال داری؟ хуб ҳастам. از راه گذشته ایستادم یک تو را خبر گیرم گفتم. ман дар хона нестам падар. ба хонаи азал омадам. шаб дар инҷо мемонам. در خانه اصل میمانی؟ ها дар инҷо мемонам. خیر من با آنجا بیایم دخترم؟ пагоҳ гап занем падар. ҳозир ин духтар хоб рафт. айб мешавад. میلش نباشد پگاه می آیم. ёфтам як нақша дорам. چه خیل نقشه؟ جمیله باور کنید به سری من هم همین آمد. این جمیله رو کشید تمام و سلام. نه من اجازه نمیدیم که جمیله رو کشید. او رو کشتن با ما نمیزیبد. میبخشی بختیار ما کی هستیم؟ وظیفه اساسی ما آدم کشی است. چرا نمیزیبیده است؟ نمیشود گفتم تمام. در اینجا کی گفت که جمیله رو میکشیم؟ تو همه چیز رو جزیر نکن. وی را راضی میکنیم که یک سنجش دینکه کنه. هنگام معلوم شدن پدری آن طفل نبودنی تو همه کار حل میشود. لیکن در این صورت جمیله در حالت بد نمیافتد. یگان علاج دیگر نیست که؟ حالا هم جمیله میگویدی؟ نه بختیار نه. یگان علاج دیگر نیست. عزیزه رو صاحب شدن خواهی یگانه راه همین است. به این هم وای جمیله به حیات تو قصد نموده است. تو همین رو نفهمیدی مگر؟ از تو نبودن کودک را اثبات کرده هم تو و هم ما رو خلاص میکنی. ها؟ بعدن کودک را نگاه و بین میکنیم. خوب نباشد زنگ میزنم. масъалаи ҳомиладорӣ дуруст аст? намедонам хонум, лекин суратҳо буд. оғои рифат ҳамашро ҷамъ кардааст. суратҳои чӣ? бо котибаш ба ташхиси ултрасадо рафтанд. оғои рифат шиками котибашро молидааст. чӣ? зуд рифатро ба инҷо ҷерзан, зуд! ҳозир рифат کنی گفزن جمیله چی گفت؟ کمتر داد و وای کرد لیکن روزی شد. پگاه رفته سنجش میگذارانیم. انا همین خیل. پگاه از تو نبودن کودک را اثبات کنیم این مسئله حل شد. بسیار کاری خوب شد. عزیزه هم با من برمیگردد. بیوای آسمان به ستاره است. زمین به مانند بیابان خشک. از عشق او درونم میسوزد. بختیار بین تا حال عذاب عشق رفت چکر را کشیده ایستاده ایم. از برای خدا عشقت را تنها اثر گذران. مگر از رفت عشق بود وی را عشق نامیدن ممکن است؟ و یک انسانی آواره خودناشناس بی‌پروا بود. عشق به انسان راهنمایی میکند. راهت را درخشان میکند. به آسمان آفتاب میبراید. به قلبت نور میپاشد. ای من همین عشق تو را همراه خودت оғои рифат шуморо латифа хонум ҷер мезанад. ҳаминаш намерасид. الب جان الم خانم مرحمت نشینید. шаби хуш. من میروم. از همین جهت شنید گفتم من شنم. مادامی که زنت را اینقدر بسیار دوست می‌داشتی چرا خیانت کردی؟ مادر باز چند بار دیگر به شما گویم من به عزیزه خیانت نکردم و هرگز نمیکنم. خاموش بیناموس. وای دختر را تا خونه آورده ای. مادر؟ حامله دار بودنش راست است؟ کودک از تو است؟
مادرجان با خدا که این خیل نیست. من حتی با وی دست نرساندم. چه خیل کودک از من میشود؟ دائم پدرت بر این یک چیز را تکرار کرده میستی. این رفتنی عزیزه هم بسیار خوب شد. تو هم با توهیر مشغول میشوی. تو خانه آوردن 1000 وعده دادم. در حقیقت من هم به خانه آوردن نتوانستم. با خدا نفهمیدم که چی شد. نامعلوم که چیکار کرده باشی. حاضر رو پسرت رو خرسند کن. رو خیز از جهت زود رو. طاهر جان، تو بازی کرده ایستاده ای؟ چه خیال هستی؟ یا که تو از من خفه شدی؟ آخر من با تو چی کردم؟ طاهر جان، این خیال نکن. من بسیار غم میخورم. به اینم بسیار غمگینم. عزیزم مرا ترک کرد. التماس با من گپ زن. من تو رو چقدر دوست میدارم میدونی؟ نکیش به گم میزنه؟ این رو نمیدونم. تو پدر این کودک نیستی. تو که ندانی کی میدونه؟ تو هم بسیار گذرانده شدی به. طاهر از کجا پسری من میشود؟ طاهر جان، من با تو چی کردم نمیدونم، لیکن نفهمیده تو رو خفه کرده باشم عذر میخواهم. طاهر جان، باز چی شد؟ طاهر جان، باز چی شد؟ چی شد؟ از کی میگریزی؟ از پدرت؟ مایلش پسرم، تو رفت. ببینی تو رو نمیخواهد، قهر کرده است. همین خیر. اگر میدونستم که برای چی؟ جاناکا علم؟ انیل، همین رو با پرتو. این رو برای تو گرفتم. اگه به خدا به من مانع نشو، انا وای رو با پرتو میپرتایم. چی گپ شد؟ تو با کجا میروی؟ تشکر زیاد. تو با محبوبه من چقدر نزدیک میشوی ها بیناموس. انیل، تو چیکار کردی؟ دخالت نکن عزیزم. تو با من چگونه رفتار داری؟ به فکرم از یادت برآوردی که من آدمی دستی راستی اکه ایتکین هستم. به من چه از اکه ایتکینت بسیار نگذرانید. اوهو، این روبین؟ این گفته ها رو عیناً به اکه ایتکین میرسانم، فهمیدی؟ نرسانی خفه میشوم. اگر مسئله محبوبی من باشد، یگان بنده خدا را نمیشناسم. حاضر گم شو. نروم چی میشود؟ چی میشود؟ گرگل هایت را همراه
کارهای خودت به قطعه پرتا و پرتا. به اکای تکین میرسانم. گم شو. تو با اکای ایتکین نگاه نکرده اینقدر مرا زیاد دوست میداری ها؟ البته برای تو من جونم رو میدیم. اکای ایتکین چی است؟ چه خیلی من عشق تو رو حس نکردم. من کور بودم. عزیزی من جانم. تو در اینجا پنهانی عشق ورزی میکنی ها؟ اکای ممدو. چیکار میکنی؟ شما با مداخلت کرده نمیتوانید. ما یک دیگر رو دوست میداریم. انیل دختر رو روان کن، مردانه گپ میزنیم. تو با خانه گذار عزیزکم. هرگز تو رو تنها نمیگذارم. یک دقیقه. اکای ممدو، تو امروز تو رو اکا گفتم. چیزی که گفتی آوازم رو نبرآوردم، لیکن تو به من در نزد محبوبم شلاق زدی. این کلاغاوز حاضر هم عشق میگوید. بختیار یعنی رفت شکر تمام شد باز تو سر کردی. عشق چی بود است؟ همین عشق خودش چی است ها؟ اکا کمتر به گپت است. برای رفت شکر گفتی که تو رو با عزیزه یک جایه میسازم، عشق همه را مغلوب میسازن. نگفتی با من دیگر خیل، با من دیگر خیل بازی کرده ایستاده. یکا درویه نشو، عادلانه رفتار کن. برای چی بابای چونین گفتم نفهمیدی؟ چون که کارها برباد نروند. دروغ گفتم، دروغ. چی دروغ گفتی اکا؟ با تو میزیبد اکا دروغ گفتن. آدمی پست. تو فکر داشتی که مرا فریب کرده میپرتویی ها؟ وای دروغ بود. اکای ممدو یگان گپ زد. اکای ممدو این زن عشق منو علم رو با آخر میرساند. آ یگان گپ زن آخر. این را باید پیش از با جمیله عشق ورزی کردنت فکر میکردی. چی؟ اکا تو چی ها میگویی؟ عزیزم همش رو با تو شهر میدیم. انیلی ابله، تو مرا فریب داده باز با جمیله عشق ورزی میکنی ها؟ آدمی پست. نغمگر باز با جمیله هم عشق ورزی کردی ها؟ بد اخلاق. تو کی هستی؟ این چی گپ؟ اما که حکمت تو هستی؟ من. این موضوع با تو دخل نداره، دخالت نکن. اما که حکمت حیات پسرم را سوزاندید. چه خیر؟ مو با پسری تو چی کردیم؟ باز چی میکردید؟ با زور سلاح پسرم را به خودتان شف کردید. آقا شما از من چی میخواهید؟ پدرمون میشوی. این گپ رو من نگفته بودم، اکای ممدو گفت. مرا به این کار همراه نساز. اما که حکمت این در گذشته بود، من یکان چیز را یاد ندارم. من در خاطر دارم. تا بسیار نجاب جزایت را میگیری. اما که حکمت چیکار میکنی؟ دستانت رو به خون آلوده نکن. کلمه عرضه کن. اکای ممدو یگان کار کن گپ زن آخر. اکای حکمت و این کار رو کی کرده است من در خاطر ندارم. اگر همون وقت میفهمیدم خودم جزایش را میدادم. اکای ممدو چه میگویی تو؟ همه کار رو فکر اکای ممدو بود. مرا نپران وای را پران. مرا ببخش اکای ممدو، لیکن جزای تو همین بود. بخششت رو در اون طرف میپرسی، کمتر پس به نزیبای میروی. اشهد ان لا اله الا الله. ایستا وای را نپران. قبول شد. اکای ایتکین مرا نجات ده. انیل را به من گذار. خدا از شما راضی شود اکا جان، حیاتم را نجات دادید. تو وای را نادرست فهمیدی انیل. من برای نجات دادن جان تو نه، برای گرفتن جان تو آمدم. برای چی من با شما چی کردم؟ اترکن گفته ای ایتکین کیست؟ من از اون نمیترسم. وای اما خبر را برده رسان
شده است. اگر یایتی که نخود که میخیر شود من نخود با شما حقارت کنم. آیا من به عقلم دیوانه ام؟ خاموش شو. دعای آخرینت را خوان. به آن دنیا می روی. اگه نکنید، اگه حاضر با شما یک خبر میدیم که جانی من را میبخشید. کنی گپ زن؟ تو نمیدانی که با من سودا نمیکنند. اگر ریفت چکرمود به جای وی پسری همین آدم گذاشت. همه این کارها نقشه یکی ممدو بود. چند مرتبه گفتم پسری مردم را به این کار هم را نساز گوش نکرد. همه اینها را میدانم انیل. من همه را با وی نقل کردم. این کی باز آوازه شد. اکی ممدو خیسته با من گوی که خواب و خیال است که نکی ممدو خیز میگویم اکر. خاموش شو. تو را نمیکشم. میدانی با تو یک کار دیگر میکنم انیل. چیست وی؟ بختیار را گرفته آقای رفت کردید. حساب و کتاب آن را از تو میپرسم. اکی ایتکین را چخیل احمق کردیم گفته خندیده نقل کردنتان را. بخشش کن. این دستان زیبای تو را میشکنم. اکی ایتکین در این کار یک گناهی من نیست. همه این را اکی ممدو نقشه کشید. اگر خواهید پرسید سکوت علامت ریزاست. جزایش را گرفت. تو هم جزایت را میگیری انیل، لیکن نمیموری. رحمتک. بالای آمپول صراط بین حیات و مرگ رفته و آمده میگیری. رفته و آمده میگیری. باز رفت آمد. نیاکه این دفعه بغیر وی همه آمد. بسیاری خوابی او میخته بود. همه با من حمله میکرد. بسیار شلاق خورده میکرد. البته میآید. همه میآید. ترسیده مینت رو به یک پرتو تبدیل داده ای. زبیدالله سیشا تازه کرده نمیتواند. خدای اکا همین شعوری مرا با جراحی گرفته میتوانی. یا توبه. زود خواب رو. دیگر آوازت رو نبرار. اکا من بسیار میترسم. من همراه تو هیچگاه خواب نمیکنم. نیاکا من یک چای نوشم گفتنی بودم. خوابم پرید برای همین. زیگموند فرید کی باشد؟ آرومانه، عاشقانه، با فسانه، از دل به دل یک ترانه. روشن اکرام با ترانه جدید در وصف فرشته زمینی. تو خود در دل جا کردی، عشقم تو چی ها کردی. من که زن زیبر نداشتم، یادت ماند و خودت رفتی. منو نزار عشقم برای تو بمیرم. هنوز نشوی تو را بریزم بگیرم. من بسوزم شب از غمی تو، خوشبختیم با تو تمام شد. ما در سری بلندم، ما در جهانی پندم. به تو حیات تلخ است، ما در نبات و خندم.